در قم حدود تقریبا شاید 50 سال 60 سال 50 سال پیش یه طلبه‌ای از حجرش اومد بیرون، دیدی آقایی همون جلوی سکوی حجره جلو پله نشسته و داره چپق میکشه، داره چپق. خیلی بدش اومد، خیلی سنگین باهاش برخورد کرد. آقا سلام علیکی کرد یا اصلا نکرد، رد شد رفت. تا وسطای حیات مدرسه که رفت، یکی از طلبه ها رفت بهش گفت شناختی کی بود اونجا نشسته بود؟ نه یا آقای نشسته بود. گفت یه حاج هادی عبهریه. من تو پرانتز بگم حاج هادی عبهری یکی از عرفای بزرگ ما بود، حدود 50 60 سال پیش. آدم با کرامت، خیلی آدم بزرگواری بود. گفت حاج هادی عبهریه. تا اینو شنید این طلبه بدو برگشت، گفت حاج آقا بفرمایید تو چایی درست کنیم با هم بیور. گفت نه، با همون لهجه مال ابهر بود دیگه، ابهر زنجان، با همون لهجه خودش گفت نه دیگه عزیز جان، همون موقع که منو نمیشناختی اگه احترام میکردی به یه جاهایی رسیده بودی. همون موقع که منو نمیشناختی اگه احترام میکردی به یه جاهایی رسیده بودی. الان دیگه فایده نداره، الان دیگه فایده نداره. در هر حال بودن بعضیا که به پیغمبر و اهل بیت احترام میگذاشتن، به دوستانشون نه.